تا حالا دقت کردی بعضی آدم‌ها سالها توی شبکه‌های اجتماعی فعالند، پست می‌بینن، لایک می‌کنن، حتی نظر میدن، اما حتی یک عکس از خودشون منتشر نمی‌کنن، نه سلفی، نه عکس پروفایل، نه استوری. سوال اینجاست، این آدم‌ها چی رو پنهان می‌کنن؟ اعتماد به نفس پایین دارن یا برعکس از بقیه آگاه‌ترن؟ امروز قرار وارد ذهن این افراد بشیم بدون قضاوت، با روانشناسی واقعی. بخش اول، آیا عکس نذاشتن یعنی کمبود اعتماد به نفس؟ اولین قضاوتی که معمولاً داریم اینه: حتماً از ظاهرش راضی نیست. اما واقعیت اینه که همیشه اینطور نیست. بعضی افراد از ظاهر خودشون مشکلی ندارن، حتی در دنیای واقعی اعتماد به نفس خوبی دارن، اما نیاز به تایید شدن در فضای مجازی ندارن. این افراد ارزش خودشون رو از لایک و کامنت نمیگیرن. بخش دوم، ترس از قضاوت و نگاه دیگران یکی از مهمترین دلایل عکس نذاشتن. ترس از قضاوت اجتماعی ذهن این افراد مدام میپرسه: اگر مسخره شدم چی؟ اگر با بقیه مقایسه شدم چی؟ اگر کسی نظر منفی داد چی؟ شبکه‌های اجتماعی برای این آدم‌ها مثل یک دادگاه عمومی است که هر کسی میتونه قاضی باشه. بخش سوم، محافظت شدید از حریم شخصی. برخی آدم‌ها باور دارند همه چیز نباید دیده شود. این افراد زندگی شخصی رو مقدس میدونن، تصویر خودشون رو دارایی خصوصی میبینن، دوست ندارن غریبه ها بهشون دسترسی داشته باشن. از نظر روانشناسی این نشانه کنترل آگاهانه است، نه ضعف. بخش چهارم، هویت واقعی شامل هویت مجازی. برای بعضی‌ها فضای مجازی یک نقاب است، نه جایی برای نمایش واقعیت آنها. ترجیح میدن با فکرشون شناخته بشن، با حرفشون، با محتواشون، نه با چهره. این افراد معمولاً درونگرا یا تحلیلگر هستند. بخش پنجم، تجربه های بد گذشته. خیلی ها به این دلیل عکس نمیذارن چون قبلا مسخره شدن، مورد قضاوت یا توهین قرار گرفتن، یا تصویرشان بدون اجازه پخش شده. ذهن انسان برای بقا طراحی شده. وقتی یک تجربه دردناک تکرار بشه ذهن میگه دیگه این کار رو نکن. بخش ششم، تفاوت فرهنگی و تربیتی. در بعضی فرهنگ‌ها دیده شدن خطر سکوت، امنیت ناشناس بودن. آرامش این افراد از کودکی یاد گرفتن کمتر دیده بشن، نه بیشتر. بخش هفتم، آیا عکس نذاشتن یک انتخاب سالم است؟ بله، اگر از روی آگاهی باشه، از روی احترام به خود، نه از ترس شدید. نه اگر باعث انزوا شده، باعث نفرت از خود یا اضطراب دائمی. مهم دلیل پشت انتخابه، نه خود انتخاب. جمع‌بندی نهایی، آدم‌هایی که عکس نمیذارن الزاماً ضعیف نیستن، الزاماً قوی هم نیستن. آنها فقط نوع متفاوتی از بودن رو انتخاب کردن، گاهی آرامتر، امن‌تر، عمیق‌تر. اگر این ویدیو باعث شد به آدم‌ها کمتر زود قضاوت کنی، اگر حس کردی خودت یا یکی از اطرافیانت توی این حرف‌ها بود، کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و توی کامنت ها بنویس تو جزو کدوم دسته ای؟ عکس میذاری یا نه؟ چرا؟ و یادت باشه همه آدم ها قرار نیست دیده بشن تا ارزشمند.